سرخط خبرها درخواست 33 میلیارد دلار از کنگره برای اوکراین. عربستان سعودی کوتای حج برای روسیه را کاهش داد. توییتر را در مسکو 3 میلیون روبل جریمه بستند. روز بخیر بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و روزی خوش خواهید داشت. برنامه نوید بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنم. امروز جمعه 29 اپریل است. رئیس جمهوری آمریکا برای پشتیبانی از اوکراین که بیش از 2 ماه با زیر حمله های روسیه است از کنگره 33 میلیارد دلار درخواست خواهد کرد. جو بایدن روز 28 اپریل در کاخ سفید با خبرنگاران گفت این پول در مبارزه برای آزادی ضرور است. وی افزود بهای این مبارزه ارزان است ولی تسلیم شدن به تجاوز گرانتر خواهد بود. بیش از 20 میلیارد دلار درخواست شده به خریدن اسلحه، لوازمات جنگی و کمک‌های دیگری نظامی صرف خواهد شد. مبلغ باقی مانده کمک‌های اقتصادی و یاری‌های بشردوستانه است. پرزیدنت آمریکا همزمان در جستجوی راه‌های قانونی است که به ایالات متحده امکان می‌دهد دارایی‌هایی را که از اولیگارخ‌های روسیه مصادره شده‌اند فروخته و به اوکراین بدهد. ایالات متحده و همپیمان‌های اروپایی‌اش 30 میلیارد دلار دارایی‌های شخصانی ثروتمند نزدیک به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین را بستند. عربستان سعودی کوتای حج برای روسیه را در سال 2022 کاهش داده است. در سال 2022 بیش از 11,000 زائر از روسیه می توانند به حج روند. خبرگزاری ریا نووستی با تکیه به سخنهای روشن ابیاسف، معاون رئیس اداره مسلمانان روسیه، خبر داده نوشته است کوتا برای زیارت مقدسات اسلام در مکه و مدینه برای کشورهای خارجی تقریبا 2 برابر کاهش یافته است. وی گفته است امسال 1 میلیون نفر دینداران می توانند به عربستان سعودی سفر کنند. کوتا برای همه 55% کم کرده شد. از سال 2020 بنابر پاندمی کووید 19 مراسم حج در شرایط محدود برگزار می شد. مقامات عربستان سعودی ادای حج را تنها برای ساکنان محلی و خارجی های اجازت می دادند که در آن کشور زندگی دارند. سال گذشته این کشور تنها به 60,000 زائر اعم شده اجازه اجرای مراسم حج را داده بود. هر سال حدود 2.5 میلیون مسلمان از بیش از 180 کشور جهان برای ادای حج به عربستان سعودی سفر می کنند. اما امسال سعودی گفت 1 میلیون مسلمان از سراسر جهان حق دارند به مکه سفر کرده در مراسم حج اشتراک کنند. بر اساس این اعلان امسال از تاجیکستان نیز تنها 3562 نفر می توانند به عربستان سعودی سفر کنند. دادگاه در مسکو توییتر را برای پاک نکردن مطلبی که حکومت روسیه غیر قانونی می‌داند جریمه بست. دادگاه ناحیه تاگانسک روز 28 اپریل گفت توییتر باید 3 میلیون روبل 40,000 دلار بپردازد. مقامات روسیه میگویند این مواد درباره چگونه ساختن کوکتیل مولوتوف بود. همزمان روسیه سرود ملی و پرچم آن را تحقیر میکرد. 2 روز پیش همین دادگاه متا پلتفرمز را 4 میلیون روبل و تیک تاک را برای پاک نکردن مطلبی وابسته به همجنسگرایان 2 میلیون روبل جریمه کرده بود. بررسی دادگاهی با درخواست روسکومنادزور تنظیمگر فعالیت رسانه‌ها در روسیه گرفته شده است. این نهاد از 24 فوریه امسال پس از جنگ روسیه در اوکراین فشار بالای رسانه‌ها را در سراسر این کشور افزایش داده است. در 3 ماه اخیر سال روان در تاجیکستان بیشتر از 300 شرکت و کارخانه از کار ماندند. در این باره آژانس آمار خبر داده گفته است در این مدت بیشتر از 7000 سوبیکت خواجگیداری برهم داده شده است. از این تعداد 71,000شان به حیث صاحبکار انفرادی و 319 عددشان به صفت شرکت و کارخانه ها فعالیت می‌کردند. مقامات سبب‌های از کار ماندن شرکت و کارخانه ها را نگفتند، اما کارشناسان میگویند کمبود خریدار و نارسایی اشیاء خام برای کارکرد از سبب‌های اصلی از کار ماندن کارخانه ها در تاجیکستان می شوند. سردختری بهداشتی قزاقستان 28 اپریل خبر داد که استحصال واکسین روسی سپوتنیک وی در مجمع داروسازی ولایت قرغنده آن کشور قطع شده است. با گفته او در قزاقستان بیش از 4 میلیون واکسین مذکور ذخیره کرده شده است و آن برای دوباره امکانی شهروندان کشور کفایه می باشد. ما استفاده واکسین را نظارت میکنیم و فعلا خریداری واکسین سپوتنیک وی در نقشه نیست، افزود او. مقامات قزاقستان آخرهای ماه دکبر سال گذشته خبر دادند که در مجمع داروسازی قرغنده این کشور استحصال واکسین روسی نیز آغاز شده است.
جنگ در اوکراین با دورنمای رشد اقتصادی آسیای مرکزی لطمه میزند، ولی بالوروی نرخ نفت امکان میدهد که کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا تا حد پیامدهای منفی این روند را جبران کنند. ادامه موضوع را همکارم کیومرثی عطا برایتان میگوید. صندوق بین المللی پول روز 27 اپریل ابراز داشت که بالاروی نرخ مواد خام را هم آسیای مرکزی و هم منطقه شمال افریقا و خاورمیانه به خوبی احساس خواهند کرد. این نهاد مالی بین المللی میگوید که احتمال برای این کشورها تا 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی ضرور خواهد شد. روسیه و اوکراین صادرکنندگان اساسی گندم می باشند. جنگ روسیه در اوکراین باعث قطع صادرات از این کشورها و همزمان بالاروی نرخ نظررس گندم و نان شده است. رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در این باره میگوید تأثیر اول بالاروی نرخ است. برای یک عده ممالک مشکلی تأمینات هم ظهور میکند. این کشورها از روسیه و اوکراین گندم وارد میکردند. بر علاوه بالاروی نرخ این کشورها باید منبع واردات پیدا کنند. رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در سال 2021 5.8% را تشکیل میداد. به عقیده مسئولان صندوق بین المللی پول سال 2022 این نشان دهنده تا به 5% کاهش خواهد یافت. تورم کشورهای منطقه به تخمیناً 14% برابر خواهد شد و احتمال نظام مالی و قرب پولهای ملی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا زیر فشار قرار بگیرند. در همین حال صندوق بین المللی پول میگوید سال 2022 بالاروی نرخ سوزشواری به کشورهای صادرکننده نفت و گاز خلیج فارس درآمد علاوه‌ای خواهد آورد. اگر سال 2021 رشد اقتصادی کشورهای خلیج به 2.7% برابر باشد، سال 2022 آن تا 6.4% بالا خواهد رفت. امسال در ماه مای ساکنان تاجیکستان دوید روزی غلبه و عید رمضان را تجلیل میکنند. در روزهای تجلیل از این جشنها شهروندان تعطیل خواهند کرد. طبق قانون تاجیکستان درباره روزهای عید، اگر عید رسمی با روز استراحت روزهای شنبه یا یکشنبه راست آید، روز کاری دیگر نیز استراحت اعلان می شود. ولی امسال هم عید رمضان و هم روز غلبه به 9 مای روز دوشنبه هفته راست می آید که موافق قانون روزهای دوم و نهم در تاجیکستان تعطیل می باشد. بنا به معلومات شورای علمای مرکز اسلامی، عید رمضان در تاجیکستان به روز دوم مای راست می آید و این روز نیز طبق قانون روز استراحت خواهد بود. بخش یک روز تاریخ را که مهمترین تحولات تاریخی 29 اپریل را فرا می گیرد، همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند. با یک سپارش پرزیدنت از 29 اپریل سال 2013 در ناحیه دنقره ولایت ختلان دانشگاهی دولتی بنیاد شد. در این دانشگاه در یک وقت بیش از 9000 دانشجو در فاکولته‌های طبیعی، ریاضی، اقتصادیات، اداره دولتی، سرمایه‌گذاری و دیگرها با تحصیل فرا گرفته شدند. تأسیس دانشگاه در ناحیه دوردست که زادگاهی پرزیدنت امام علی رحمان می باشد، در دایره برنامه‌های آبادانی ناحیه صورت گرفت. بر اساس یک تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی که پایان ماه اپریل سال 2020 در جلسه مجلس نمایندگان قبول شد، از شهروندان تاجیکستان طلب می شود که از پسوندهای روسی در نامگذاری خود و فرزندان دست کشند. از این بابت در نامگذاری ملی تاجیکستان گذاشتن پسوند آو و ویچ و آوی و آونا در نسب‌های تاجیکان منع است. 29 اپریل روز بین المللی رقص است که با یک موافقه دفتر فرهنگ و معارف سازمان ملل متحد یونسکو از سال 1982 تجلیل می شود. این رقص تنتنه زیبایی و فرهنگ و ارزش‌های عمومی بشری است که مردمان فرهنگ و کشورهای مختلف را متحد کرده توان عبور از سطح‌های سیاسی و نظامی را دارد. در تاجیکستان هم رقص یک بخش مهم فرهنگ ملی دانسته می شود، ولی سال‌های اخیر برای استفاده از حد بیشش به حیث یک رکن تبلیغاتی دولتی انتقاد می شود. قرب روبل روسی در برابر پول ملی سامانی نسبت روزهای گذشته در بانک‌های تجارتی تاجیکستان به تغییر باقی مانده است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی را از 153 تا 158 سامانی عوض می‌کنند. قرب $100 آمریکایی نسبت هفته گذشته
کمی پایین رفته برابر 1220 تا 1248 سامانی است. اما قربی رسمی مقرر کرده بانک ملی برای امروز 29 اپریل چنین است. شما نویدی بامدادی را تماشا کردید. مطلب‌های از این بیشتری ما را در وبسایت رادیو آزادی و صفحه‌های آن در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. برایتان در روزهای بعدی استراحت خوش تمنا داریم. خدا نگهدار.